سلام دوستان، خیلی خوش اومدین. این قسمت دوم درخت های باینری، درخت های جستجوی باینری هستش. تو قسمت اول خب ما با زبون راست یه دیتا استراکچری ساختیم که نود داشت. نود رو میتونستیم نیو کنیم. نود یه اینترنال دیتا استراکچر بود برای BST. استراکت BST رو ساختیم و کل کاری که انجام دادیم بود که میتونستیم اینزرت کنیم توی BST با توجه به اینکه کوچکتری بزرگتری رو هم دقت کنیم و آخر سر اینزرت کردیم. حالا تو این جلسه میخوایم کاری که انجام بدیم اینه که خب ما الان یه درختی داریم با یه سری مقادیر، میخوایم که روی این مقادیر در واقع ایتریت انجام بدیم، روشون حرکت کنیم و با این مقادیری که دستمون هست یه کاری انجام بدیم. حالا چون اینجا یه برنامه فقط مثال هست، احتمالا فقط چاپ میکنه، ولی مثلا توی یه پروژه واقعی ممکنه که کارهای مفیدتر دیگه‌ای با این مقادیر انجام بدیم. خب کاری که من میخوام انجام بدم در نهایت اینه بچه‌ها، در نهایت اینه که من میخوام برنامه رو جوری تبدیل کنم که این کد یه کد معتبر و ولیدی باشه. من میخوام بگم که به ازای تمام آیتم ها یا ولیو ها توی BST حرکت کن و پرینت کن ولیو رو. قاعدتا ولیو اینجا الان یه مقدار، بذاریم سیوش کنم. قاعدتا اینجا میخوایم که ولیو از جنس در واقع تی ما باشه که تی ما اینجا فعلا I32 هست و این کد قاعدتا نباید کار کنه. بریم اجراش کنیم. کارگو ران دقیقا به این فور لوپمون گیر میده. خب بچه برای اینکه من بتوانم همچین کاری رو انجام بدم، من باید بیام برای کلاس BST باید بگم که BST من باید تریت ایتریتور رو پیاده سازی کنم. اگر تریت ایتریتور رو پیاده سازی کنم، خود راست میاد میگه که آقا تمامی کلاس هایی که ایتریتور را پیاده سازی کردم من هم پشت پرده ایتریتور اینتو رو پیاده سازی میکنم براشون. پس این قسمت اتوماتیک میشه و ما نیازی نیست احتمالاً با این کاری داشته باشیم و این همین قابلیت فور لوپ رو به ما میده. وقتی من اینجا دارم میچرخم پشت پرده میگه که خب بیام ابتداً تبدیلت کنم به ایتریتور تا به اینتو ایتریتور صدا زده میشه و توسط این تابع اون کلاس ایتریتوری که مد نظر هست ساخته میشه و ریترن میشه و بر اساس این کلاس ایتریتور روی این موارد حرکت میکنه. پس ایتریتور ممکنه که کلاس های مختلف باشه چون روش های مختلفی برای حرکت هست روی درخت راه. درسته؟ مثلا فرض کنید، بذارید من دوباره این شکل رو نشون بدم. دوباره شکل Geeks for Geeks. یکی از روش هایی که ما میتوانیم روی درختمون حرکت کنیم اینه که اول بریم 1 رو چاپ کنیم، بعد بریم 3 رو چاپ کنیم، بعد 4، بعد 6، بعد 7، یعنی از کوچیک به بزرگ. یه راه دیگه هم هست که نه، هر نودی که دیدیم چاپ کنیم. 8، 3، 10، 1، 6، 14. در واقع اینجوری سطح به سطح بهش میگن لول. به این لول 0 میگن یا لول 1 میگن، بعد لول بعدی، بعد لول بعدی.
خب ما برای اینکه به اینکه انواع اقسام مختلفی هست بیایم اول ایتریتور مربوط به لول بندی رو پیاده سازی کنیم. یعنی بگیم 8 چاپ میشه، بعد 3 و 10 چاپ میشن به خاطر اینکه تو سطح بعدی هستن، بعد این دوتا چاپ این 3 تا چاپ میشن، بعد این 3 تا. بریم اینو پیاده سازی کنیم و در انتها میایم depth first iterator رو می نویسیم. یعنی ایتریتور رو می نویسیم که از انتها شروع میکنه، از کوچیک شروع میکنه به بزرگ. خب من فعلا این کد رو کامنت میکنم. بیایم برای BST میگم impel کن iterator for BST. خب BST ما تی ما از جنس اوردرینگه. خب مواردی که باید توی ایتریتور پیاده سازی کنیم، یه دونه اینه که باید بگیم که آیتم هامون از چه جنسی هستن، آیتم هایی که من در واقع ریترنشون میکنم از چه جنسی هستن، و تابعی بنویسیم به نام next که اگر آیتم بعدی وجود داشت sum of یه چیزی برمیگردونه، در غیر این صورت نان برمیگردونه. خب پس اولین قسمت میشه type item. آیتم ما میدونیم که بچه از جنس تی دیگه، درسته؟ و تابع بعدی next هست. next بچه نگاه کنید روی موتیت BST کار میکنه. ما ایتریتور رو برای چی نوشتیم؟ برای سلف نوشتیم دیگه. اینجا سلفمون اشاره به BST میکنه و میگه که BST باید یه ریفرنس موتیبل به من داده بشه. و آپشن، حالا بچه اینجا یه نکته هست، من نمیخوام که مقادیری که در اختیار من هست، در آنرشیپ من هست، یعنی این I32 ها رو که در آنرشیپ من هست من موف کنم بره و دیگه تو آنرشیپ من نباشه. پس من اینا رو بچه ها چیکار میکنم؟ قرضشون میدم، باراشون میکنم، میگم که آقا ریفرنس اینا رو بفرست. خب برای اینکه یه اروری داریم اینجا، method next has an incompatible type for trait. خب اگر اینو قبول نمیکنه من میرم اینو میذارم اینجا. خب وقتی هم که میذارم اینجا میگه که احتمالا میگه که بیا بر من لایف تایم مشخص کن. is declared without lifetime parameters. خب بچه ها وقتی که توی استراکت توی حالا اینجا استراکت نیست، اینجا داریم تریت رو ایمپلیمنت میکنیم، ولی معمولا وقتی که توی استراکت ها خب از ریفرنس استفاده میکنید، اون ریفرنس باید لایف تایم داشته باشه. یعنی در واقع باید یک نام بهش بدید. لایف تایم رو این شکلی نگاه کنید که الان من دارم به این یک نامی میدم که کامپایلر بتواند این را ترک کند، این لایف تایم را بتواند ترک کند. اینجا به این صورت میشه که من اینو میگیرم، اینجا میگم A
so that the reference type اگه ما بیایم اینو بگیم که من هیچ جوره نمیتوانم بچه این کاری که الان کردیم ارورهای کامپایلر رو رفع کرد خب، ولی مشکلی که داره اینه که در واقع دارم میگم که آقا من روی BSD میتوانم حرکت کنم. BSD ایتریتور دارد که اولا یه ریفرنسی به BSD باشد، بعدم نیست. حالا یه سوالی، اگر این کاری کردیم اینو میتونیم برداریم بذاریمش اینجا، همچنان نمیتونم. اوکی، پس بچه قاعدتا تی رو نمیتونید برگردونید، تی خالی رو، به خاطر اینکه آنرشیپ رو از داخل BSD برمیداره. ما میخوایم که مقادیر رو موقتی قرض بدیم. خب اینجا رو باید چه شکلی انجام بدیم؟ اولا چه شکلی باید حرکت کنیم؟ کجا باید اینشیالایز کنیم آیتمامونو که اینجا من بتونم رو اون آیتمایی که اینجا من باید یه جوری یه لیستی قدیم داشته باشم که بتوانم روشون حرکت کنم دیگه، درسته؟ اینجا باید یه لیستی داشته باشم از قبل تهیه‌اش کرده باشم که بتوانم حرکت کنم رو از روش، و اگه به انتها رسیدم خب نان بدم، اگر هنوز مقادیر داشت سام بدم. سوال پیش میاد که این لیسته رو من کجا بسازمش؟ متاسفانه توی BST خب یکی از کارهای خیلی خیلی ساده اینه که همینجا که ولیو رو میگیرم یه جا نگرش دارم. درسته؟ این هم یکی از کارها میشه، ولی دوست ندارم این کار انجامش بدم. این یه چیت میشه که من اینجا بگم که آقا توی لیستی که میام تعریفش میکنم برو پوش کن یه ریفرنسی از ولیو رو. اوکی، خب چیت میشه دیگه. الان من دوتا چیز دارم، دوتا محل ذخیره سازی برای ولیو ها دارم و بعد بیام اینجا روی لیست حرکت کنم و من اینو دوست ندارم. خب این خیلی ساده میشه. ما بیایم بگیم که آقا رو همین BSD با همین استراکچر و با همین نود کار کن. خب برای همین من اینجا نمیتونم بگم که ایتریتور برای BSD، من اینجوری میگم که من یه استراکتی میخوام داشته باشم به نام level order iterator، بعد بیام ایمپل کن level order iterator. بعد این level order iterator وقتی که میخواد اینشیالایز بشه یه BSD رو بگیره و بتواند روی نودهاش حرکت کنه. خب
پس من میگم fn new. برای اینکه بتوانم یک BST رو بگیرم میگم که یک ریفرنس BST به من بده. بچه ریفرنس به من بده، نه اینکه خودشو بده. اگه خودشو بده در واقع من دارم آنرشیپشو به دست میارم. خب من اینجا دارم از T استفاده میکنم، احتمالاً این هم T دارد، اینجا هم T داریم، اینجا هم T داریم. خب من اینجا دیگه BSC رو دارم، به روت دسترسی دارم، روت هم داشته باشم میتوانم همه کارا رو انجام بدم. پس بیایم اون لیستی که میخواستیم توی BSC بسازیم و چیت کنیم و اینجا بگیم که داشته باشیم. بگیم که چیا رو نگه دارم اینجا؟ ولیو ها رو نگه دارم یا نودا رو نگه دارم؟ بیام ولیو رو نگه دارم یا نود رو نگه دارم؟ So values is a vector of فعلا بیایم ولیو ها رو نگه داریم، یعنی نگیم وکتور نود تی. خب ببینید بچه ها اینجا چون من دارم از ریفرنس استفاده میکنم و داخل استراک هستم، میگه لایف تایم به هم بده. لایف تایم هم این شکلی تعریف میشه و این نام که دل بخوایی هستش، این جنریک معمولا از A شروع میشه، ABCD. و من اینجا میگم که این ریفرنس برچسبش رو میذارم A. خب ولیوز رو دارم، بیایم که ایمپل معمولی رو انجام بدیم براش و تابع ما اینجا داشتیم که خب اینو برداریم بندازیم اینجا، اینم کلا حذفش کنیم. خب یه BST میگیره و میخواد کار رو انجام بده. خب شروع کنیم. بگیم که اگر BST من اولا این نیو چی برمیگردونه؟ این نیو یه level order iterator برمیگردونه، یه دونه self برمیگردونه. self از جنس level order iterator. پس من اینجا بگم self رو من بسازم let result من equals value هامو فعلا به صورت پیش‌فرض بگم وکی از یه وک خالی داشته باشم و کاری که میخوام در آخر انجام بدم اینه که ریزالت رو ریترن کنم. دیگه ریترن نمی‌نویسم، سمیکالون هم تش نمیذارم. خب حالا بگم که اگر BST من روتش مقدار داشت، کاری که باید بکنم اینه که مقدار از توی روت در بیارم و توی ولیوز اضافه کنم. بعد که ولیوز من عنصر روت رو داشت، اینجا ایتریت کنم روی لفت و رایت های روت. بریم ببینیم که چه شکلی میشه. خب من اینجا باید بگم که ریزالت من
دات values دات push یه عددی، اون این مقداره میشه مقدار در واقع تی من. حالا این ولیو بچه‌ها، این ولیو بعد از توی روت در بیاد دیگه. خب به خاطر اینکه روت اگر نگاه کنید یه آپشنی از باکسی از نود هست و ما ببینید 3 مرحله داریم تا اینجا. اول ما باید این باکسر رو از توی آپشن در بیاریم. پس بیایم این باکسر رو از توی آپشن در بیاریمش و هر وقت هم در میاریم باید قرض بگیریم، نمیخوایم که آنرشیپش رو به دست بیاریم. پس بگم let، من اسمشو میذارم نود، میگم bsd.root من از جنس آپشنه، میخوام مقداری که داخل آپشنه رو به صورت ریفرنس بگیرم. خود آپشن یه تابعی داره به نام از رف داره در واقع به من ریفرنس داخل آپشن رو من میده. پس اینجا از رف میکنم، بعد میدونم که میدونم که روت من چیزی داخلشه، پس اینجا به زور میگم که آقا آن رپ کن، میگم که میدونم که داخلش چیزی هست، آن رپ کن برای من. خب تا اینجا شد باکسی از نودتی، تا اینجا به باکس رسیدم. قدیما گفته بودیم که میتوانیم که متغیرهای همنام داشته باشیم، پس یه بار دیگه میگم نود، ولی این دفعه میگم که نود من میخوام که یه ریفرنسی به نود تی باشد. من الان باکس دارم، نود من اینجا از جنس باکسه. باکس خوبیش اینه که بچه با دیگه میتوانید ریفرنس رو بذارید پشتش و این به صورت خودکار، به خاطر اینکه تریت دیرف رو پیاده سازی کرده، میتواند اشاره‌ای بکند به اون چیزی که داخلش هست. پس من اینجا میگم که and node میگه که thread vertices ordering خب من الان ریفرنسی به نود دارم و اینجا میتونم بگم که node.value و درست هم داره میگه دیگه، میگه که value شما ایموتیبله، چه شکلی داری تغییرش میدی. بیایم بگیم که آقا ریزالت من موتیبل هست و پوشش کنیم. آخ بچه ها، ما باید اینو از جنس نود در نظر بگیریم. چرا؟ چون حالا خط بعد میخوام که بگم که خب این نودی که الان من اکسترکتش کردم یه لفت داره یه رایت داره، تو لفت و رایت حرکت کنم. خب پس اینجا ما باید تو اینجا باید لیستی از نودها رو ذخیره کنیم، بعدا روی نکست که حرکت میکنیم چون نود هستن دیگه دات ولیو میزنیم، مقدارشون رو میگیریم. پس من اینجا اسمشو عوض میکنم، اسمشو میکنم nodes و نودی از تی ها هستند.
ببخشید. خب اینجا من نودو دارم دیگه. با این کاری که کردم باکس رو گفتم که محتویات داخل چیه، به کجا داری اشاره میکنی، به من داد و من کافیه که اینجا فقط بگم نود. خب ما روت رو داریم، حالا باید بگیم که به ازای روت حرکت کنیم left و رایت اگر مقدار داشت left و رایت رو توی نود اضافه کنیم. پس میگیم که while result.nodes تا زمانی که خالی نبود ما یه متغیر دیگه هم ما یه لیست دیگه هم میخوایم، یه لیست دیگه تعریف کنیم به نام values بشه از جنس فقط تیامون. این نودز یه جورایی بچه ها هم اینترنال خودمونه هم تمپوراریه. مقادیری که توش اضافه میکنم و سریع ورش میدارم. ولی این values توی کجا استفاده میشه؟ توی تابع next استفاده میشه. خب اگر اینجا نودی اضافه کرده باشیم این empty نیست و میایم اینجا و اینجا میگیم که خب این نود رو به من بده. خیلی راحت میتونم از توی لیست حذفش کنم با این و آپشن هم نیاز ندارم بچه. ببینید پاپ که برمیگردونه آپشن برمیگردونه به دلیل اینکه ممکنه که لیست اصلا خالی باشه، ولی من میدونم که لیست الان مقداری هست داخلش، پس چون میدونم میگم آن رپ کن، میدونم که داخلش چیزی هست. خب الان من ریفرنس به اون نوده رو دارم. اولین کاری که میکنم میگم که result.values.push node.value البته ریفرنسش اگر node.leftش is some بود، چیزی داخلش بود، تو اینجا کاری که میکنید node.left رو به نود ها اضافه میکنید، به لیست نود ها اضافه میکنید. دوباره لوپ که میخوره به ابتدای وایل که میایم ورش میداریم دیگه، سمت چپ رو ور میداریم، مقدارش رو اضافه میکنیم به لیستمون و دوباره روی فرزنداش حرکت میکنیم. پس اینجا node.left is some بود، اینجا میگیم result.nodes.push node.left node.left بچه از جنس یک آپشنی هست که داخلش باکس هست و همه مطلقاتش، ما اونو نمیخوایم. خب
در واقع من یک جوری اینجوری میخوام درش بیارم ابتداً. خب پس میگم نود دات، اینم میکنم نود دات لفت و به باکس میرسم، از روی باکس به نود میرسم و اینجا خیلی راحت میگم نود اضافه کنم. حتی اینو میتونم بگم که left node. اسمشو میذارم left node، متعلقات داخلش در میارم و اینجا میگم که left node رو اضافه کن. همین کارم باید برای write بکنم. node.write node.write و اینها هم write و write. رایت نودم اضافه میکنم. دوباره لوپ که میخوره ابتداً لفت رو به دست میارم و چیکارش میکنم؟ مقدارش رو توی این ولیوز اضافه میکنم. پس در آخر بعد از این وایله من کل درخت رو حرکت کردم، روش مقادیر رو اضافه کردم به ولیوز. این میشه اینشیالایز کردن این لول اوردر ایتریتور. حالا بعد برای این لول اوردر ایتریتور تریت ایتریتور پیاده سازی کنیم. بیایم بگیم که impl iterator for level order iterator. احتمالاً همه اینا رو ما میخوایم. یه آیتم داشت از جنس آیتمز ما میشه از جنس ریفرنسی با لایف تایم A که به T اشاره میکند تا به نکستمونم روی موتیت سلف حرکت میکرد و یه آپشنی از self dot item رو برمیگردوند. mismatch type به خاطر اینجا داره گیر میده. و گیر این هم احتمالاً بله. خب بچه تو اینجا چیکار میکنیم؟ تو اینجا کارمون خیلی راحت. تو اینجا باید
از توی ولیو ها بخونیم. همین شکلی پاپشون کنیم، همین کاری که با نوت ها کردیم پاپ کنیم و ریترنشون کنیم. پس اینجا میگم self dot values dot pop و این کفایت میکنه اصلا، به خاطر اینکه اگر داخل ولیو دیگه چیز دیگه ای نباشد خب نان برمیگرد، اگر چیزی باشد سامی از اینها برمیگردونیم. خب این هم که یه کدی بود که منصرف شدیم. بیایم اول به صورت وربوس بنویسیمش، یعنی بگیم که let iterator من بشه level order iteratory که میخواد iterate کنه روی BST. بعد بگم که تا زمانی که من میتوانم که ولیو پیدا کردم iterator.next و اینجا خیلی راحت پرینت کنم ولیوم را. خب یادتونه که .next انتظار داشت که موتیت باشه، الان ایتریتور من موتیبل نیست، موتیبلش میکنم. خب بریم اینو ببینیم، باید چیزی که میبینیم باید باشه 34 سپس 10 سپس 45 و سپس 12 به صورتی که به صورت لول اوردر از بالا داریم میایم تا پایین. کلیرش کنم و بگم کاربران missing values. اینجا متوجه نشد که level order هست اور به خاطر اینکه ما values هم اضافه کردیم نتونسته. ما values هم بعدا اومدیم اضافه کردیم ولی یادمون رفت که اینیشیالایزش کنیم. میگه که این ریفرنسی که گرفتی باید ریفرنس بچه ببینید که چقدر ایرورای راست کمک میکنه. من گفتم که یک ریفرنسی به BSC ولی میگه که باید بگی که این ریفرنس با لایف تایم A با اون چیزی که تعریف کردیم. خب یه چیزایی چاپ شد، بی نهایت هم چاپ نشد، ریکرسیو باشه، ریکرسیومون بی نهایت بره.
ولی ولیو ها مقدارشون اشتباست. از ته بچه چاپ شده 12 اومده 12 رو چاپ کرده، بعد این دوتا رو چاپ کرده، بعد این دوتا، بعد این رو چاپ کرده. خب حدسی که میزنم به خاطر این پاپمونه. ما وقتی که پاپ میکنیم، پاپ چیکار میکنه؟ میگه removes the last element، میره از آخرین آیتم حذف میکنه از روی وکتورمون. بچه متاسفانه از جلوی لیست من نمیتونم حذف کنم. تاپ، فرانت، فرست هم حذف نمیکنه، فرست فقط برمیگردونه. بچه من اینو میخوام، من دقیقا فرست رو میخوام، ولی فرست ریموو نمیکنه، این فقط ریترن میکنه. پاپ نگاه کنید، پاپ ریموو میکنه، باعث میشه که لیست من هی کوچیک و کوچیکتر بشه و به یه جایی برسم که دیگه نکست چون آیتمی نداره، وقتی من میگم پاپ کن دیگه نان برمیگردونه. خب برای اینکه این مشکل رو حل کنم، کاری که اینجا انجام میدم وقتی که ولیو هامو توی ولیو اضافه کردم، result.value اضافه کردم، اینجا قبل از اینکه ریترن کنم میگم result.values، سر و تهش رو برعکس میکنم، ریورسش میکنم. اگه اینو من ریورس کنم اینجا مقادیر رو درست میبینیم. مقادیر داره درست دیده میشه. 34 روت ما بود، لول بعدی و لول بعدی. حالا بیایم بگیم که من میخوام کاری که انجام بدم اینه باشه که من میخوام روش فور لوپ بزنم یا همچین چیزی. این فعلا کار نمیکنه چون BSC بچه‌ها براش اینتو ایتریتور ننوشتیم. بریم بنویسیم براش. اینو من کامنت میکنم. برای اینکه این بتونم یه تایپی رو داخل فور لوپ استفاده کنم، بعد تریت اینتو ایتریتور رو نوشته باشیم براش. تریت اینتو ایتریتور هم چیزی نیست به جز اینکه میگه که آقا از چه ایتریتوری در واقع میخوای استفاده کنی. ما میخوایم بگیم که از level order ایتریتور استفاده کن اگر BSC داخل فور لوپ استفاده شد. پس میگم impel کن into iterator for BSD که T دارد خب ما باید دوتا این تایپ رو بنویسیم. تایپ آیتم ما مسلما میشد احتمالا T و چون اینو دارم پس باید بگم که reference A و T تایپ اینتو ایتریتور من میشه level order iterator با لایف تایم A و T. یه تابع دیگه که داره اسمش اینتو ایتریتور FN اینتو
ایتر. در واقع وقتی که راست میبینه که یه تایپی داخل فور لوپ قرار گرفته، میاد اینتو ایتریتورش رو صدا میزنه و اون ایتریتور رو میگیره، اینجا لول اوردر ایتریتور میشه و پشت پرده همین کاری که ما اینجا انجام دادیم و انقدر ادامه میده تا نان بخوره. اگر دیگه نان بود از فور خارج میشه. پس من اینجا خیلی راحت دارم میگم، دارم ریترن میکنم level order iterator. اول باید بسازمش. BST میخواست، درسته، یه ریفرنس به BST میخواست. ریفرنس به BST رو میتونم بگم خیلی راحت سلف. فقط سلف من بچه الان ریفرنس نیست دیگه، من اینجا میکنمش ریفرنسی از BST. مثل همیشه اینمونم همیشه گیر میده بهش. اینم بنویسیم. تموم. این پرینت ln مون یه کمی ناقص. عالی. خب این قسمت ما ایتریتور برای BST مون نوشتیم، ولی ایتریتوری نوشتیم که لول اوردر بود. حالا تو قسمت بعدی که فکر کنم خیلی هم کوچیک‌تر باشه دیگه، انقدرم طولانی نشه، ایتریتوری می نویسیم که depth first باشه و در واقع مقادیر رو به صورت مرتب شده از کوچیک به بزرگ در واقع چاپ کنه. بخوام اگر یه خلاصه بگم که چه اتفاقاتی افتاد، ما یه دیتا تایپی داشتیم به نام BST و میخواستیم روی این حرکت کنیم، میخواستیم لوپ بزنیم روش. برای اینکه لوپ بزنیم دو تا تریت هستن که خیلی استفاده میشن. اولیش ایتریتوره. ایتریتور میاد میگه که من باید یه تابع نکست داشته باشم که اگر مقداری داشت سام برمیگردم، در غیر این صورت نان. و به این صورت از ایتریتور میشه استفاده کرد. تریت دیگه ای که معمولا استفاده میشه اینتو ایتریتور هست که معمولا وقتی که داخل لوپ هستین اتومات خود راست این کار انجام میده. میتوانستین هم خودتون انجام بدین، یعنی میتونستین بگین که bst.into iterator. با این کار میتونستین level order iterator رو بگیرین و روش حرکت کنین، ولی دوباره بعد با همین لول روال سام و نان برین جلو. و پیاده سازی هایی که انجام دادیم و توی پیاده سازیمون هم به لایف تایم برخوردیم که در واقع لایف تایم چیزی نیست جز این که به راست این قابلیت رو میده که این ریفرنس ها رو ترک کنه. چیز خاصی نیست. خیلی ممنون دوستان که تا اینجای کار برنامه رو دیدین و گوش کردین. قسمت بعدی depth first رو برای این می نویسیم و خیلی هم کوچکتره. در واقع همین کاری که اینجا کردیم و با یک کلاس دیگه انجام میدیم و قسمتمون هم خیلی کوتاه‌تر میشه. فعلا خداحافظ.